aslında pek bir şey bilmiyorum. من عموما یگان چیز نمیدونم. به فکرم در آسیا است. درباره تاجیکستان بسیار نمیدانم، اما خوانده بودم که کشور زیبا می باشد و آنجا ارزانی است. اینچنین سنگ های قیمت بها دارد. باید آنجا رفت از نزدیک به چشم خود ببینی که چطور است. درباره تاجیکستان همین قدر میدانم که در آسیای میانه بوده با چین همسرحد است. مردمش با فارسی گپ میزنند و کم کم با روسی. عموما یگان چیز نمیدانم، حتی تلفظ کرده نمیتوانم. راستی تا جایی که من میدانم تاجیکستان یکی از دولت‌های سابق اتحاد شوروی است، مثل قزاقستان، ترکمنستان یا قرقیزستان. اما متاسفانه درباره زبان دولتی و کدام شهر بودن پایتخت تاجیکستان چیزی نمیدانم. شنیدم کشوری زیبایی است. شاید یگان وقت به این کشور سفر داشته باشم. درباره تاجیکستان بسیار شنیدم. کشوری زیبا و مشهور است. خدا راضی باشد آنجا تماشا می روم. در تاجیکستان دوستانی زیاد دارم که از شناسایی با آنها خیلی شدم.